گرامی داشت نام نیکی باباجان غفورов مکتب بزرگی تربیت خودآگاهی و خودشناسی تاریخی و افتخار ملی میباشد. بنابراین ما را ضرور است که خاطره این فرزند فرزانه ملت را پاس داریم، شاه اثر تاجیکان و دیگر آثار بیگزند او را پیوسته آموزیم و از کار و فعالیت فداکارانه‌اش سبق بگیریم. این برای نسل جوان بسیار یک نمونه عبرت است. من نسبت باباجان غفورов یک شخص فدایی نسبت به ملت تاجیک را می‌بینم. درود شنونده های گرامی، با توجه شما گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی از روی کتاب تاجیکان اکادمیک باباجان غفورov، نشر مختصری علمی عاموی، راوی هنرپیشه خلقی تاجیکستان قربان صابر. آغاز گفتار 46. باباجان غفورov، تاجیکان. تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. شرح و توضیح مختصری علمی و عاموی. ساخت دولتی و تشکیل دستگاه اداره آن. اساسگزار دولت سامانیان اسماعیل سامانی تأمین استقلالیت دولتی و شکوفایی آن را در تأسیس حکومتی متمرکز می‌دید. برای عملی شدن این هدف او یک قطار تدبیرها اندیشید. راهبر دولت سامانیان امیر بود. در زمان سامانیان نهاد مرکزی مقامات حاکمیت عالی از دربار و دیوانها، وزیر، رسالت، اشراف، محتسب، برید، قاضی، سپاه، شورته، استیف، وقف، آب عبارت بود. در عهد سامانیان تشکیل دیوانها زیر نظر وزیر بزرگ حاجب الحجاب یا حاجب بزرگ قرار داشت. به قول نرشخی در زمان حکومت نصر دو سالهای 914-943 در میدان ریگستان بخارا برای کار دیوانها 10 بینا بنیاد گردید. حکومت ملک و منطقه های علاهیده در اختیار نمایندگان خاندان محلی یا اشراف محلی قرار داشت. قرارگاه والی یا سپهسالار خراسان در نیشاپور بود. در طول دولتداری سامانیان مبارزه حاکمیت مرکزی بر ضد نیروهای مرکزگریز قطع نگردید. این باعث شد که نمایندگان خاندان سامانی با وجود مبارزه های شدید که برای تحکیم حاکمیت مرکزی می بردند برایشان میسر نگردید که در همه محل ها اصول دولت متمرکز را جاری نمایند. مثلا ملک های زیرتابع سامانیان از قبیل سیستان، غرجستان، گوزگان، غزنه، خوتلان، خاندان بنیجوریان، چغانیان، اسفجاب، خوارزم و غیره منتظم به خزینه مرکزی خراج نمی دادند. سپاه سامانیان از لشکر دائمی، غلامان ترک، علاوگی نوکران حاکمان محلی و دسته های کرایه قبیله های بادیه‌نشین ترک عبارت بود. فرماندهان سپاه که اکثر ترک بودند گاه خودشان بر ضد حاکمیت مرکزی سر برداشته ولایت های خود را مستقل اعلان می کردند. نزاع‌های بین خودی فی‌عدلی و سوس شدن دولت سامانیان، استیلای قره‌خانیان. باباجان غفورov قید می نمایند که بعد از وفات اسماعیل سامانی سال 907
در اولهای حکومت احمد ابن اسماعیل سالهای 907-914 در چند ولایت ها از جمله سمرقند، ری و سیستان عصیان سر زد. با مشکلی زیاد این عصیان ها فرو نشانده شد. در زمان احمد ابن اسماعیل سالهای 907-914 گرگان، طبرستان، ری، قزوین و زنجان به قلمرو سامانیان همراه شدند. احمد ابن اسماعیل هنگام شکار از جانب غلامان ترک کشته شد. وارث او نصرالدو سالهای 914-943 در سین خردسالیش به قدرت رسیده زمام دولت به اختیار وزیران محمد جیهانی و ابوالفضل بلعمی گذشت. در زمان نصرالدو با پخش عصیان اسحاق سالهای 914-915 و پسرانش منصور در نشاپور، الیاس در فرغانه سال 922، سرلشکر حسین ابن علی مروزی سال 918 و دهقانزاده احمد ابن سعد سال 919 قدرت حکومت مرکزی سامانیان استوار گردید. درباره عصیان حسین ابن علی مروزی اکادمیک باباجان غفوروف می نویسد که این سرلشکر در هرات و بعداً در نشاپور دست به عصیان زده سرور نهضت قرمطیه خراسان گردید. این نهضت از جانب احمد ابن سعد شکست خورد و پیشوای آن حسین ابن علی مروزی اسیر افتاده در بخارا زندانی شده بعد چند وفات کرد. بعد از مرگ حسین ابن علی مروزی در ماوراءالنهر به حرکت قرمطیه محمد ابن احمد نخشبی رهبری کرده با استعداد بلند مبلغی که داشت عملداران عالی مقام دربار سامانیان را به مذهب قرمطیه مائل کرد. نخشبی از طریق این اشخاص به حضور نصرالدویم سامانی راه یافت. در آخر حکومت نصرالدو حرکت قرمطیه نیرو گرفت و حتی خود نصرالدو نیز مایل این حرکت گردیده به نخشبی رضایت داد تا در عوضی در زندان بخارا وفات کردن حسین ابن علی مروزی که فرستاده مخفی فاطمیان بود به خلیفه مصر 119,000 دینار دهد. این عملها باعث نارضایی روحانیان و فرماندهان ترک سپاه گردید و این گروه خواستند دست به سوءقصد نصرالدو زنند. اما پسر نصرالدو نوح از این سوءقصد آگاه شده این گروه را به جزای اعمالشان رسانید. نوح در زمان زنده بودن پدرش به تخت نشست. از زمان نوح ابن نصر سالهای 943-954 با سبب نارسایی مبلغ در خزینه، افزایش حجم اندازها و ناراضگی سپاهیان تنزل قدرت سامانیان آغاز گردید. همزمان در این دوره رقابت بویهیان و سامانیان در همدان، کرمان و ری شدت یافت. در این فرصت عمک نوح ابراهیم ابن احمد با پشتیبانی ابو علی چغانی و گارد دربار حکومت را در پایتخت تصرف کرد. نوح با کوشش بسیار حکومت خود را برقرار کرد ولی در پخش عصیان ابو علی چغانی موفق نگردید. او ابو علی را حاکم چغانیان بعداً تمام خراسان سال 952 تعیین کرد و بدین وسیله در جامعه امنیت تأمین گردید. عبدالملک یک سالهای 954-961 با پشتیبانی وزیر بلعمی و سازش با سپهسالار الپتگین موقتاً آرامی را در مملکت تأمین کرد. بعد فوت عبدالملک یک مبارزه طولانی منصور یک سالهای 961-976 و الپتگین باعث ضعف قدرت حکومت سامانیان گردید. در چنین حالت دخالت خان ترکستان به ملک‌های شرقی سامانیان آغاز شد. حاکمان طبرستان و گرگان از اطاعت سرپیچی کردند. در غور
با راهبری ابو علی طولکی اسیان سر زد. منصور یک در سالهای آخری حکومتش وضع ملک‌های غربی و مرکزی را آرام کرد، ولی خطر ترک‌ها در شرق باقی ماند. در زمان نوح دو سالهای 976 997 امیر خراسان ابو علی سیمجوری با خان ترکستان بغراخان برای تقسیم ملک سامانیان اتحاد بستند. سال 992 شهرهای سمرقند و بخارا را اشغال کرده به جای نوح دو عمکش عبدالعزیز را به تخت نشاند. بعد فوت ناگهانی بغراخان نوح دو دوباره حکومتش را برقرار کرده با پشتیبانی سبکتگین حاکمان زیاری غرجستان، جوزجان، قوه‌های متحده ابو علی سیمجوری و فایق را تارومار نمود. در زمان منصور دو سالهای 997 999 و عبدالملک دو 999 بر اثر مبارزه های داخلی و رقابت سپهسالاران ملک‌های شمال و غربی سامانیان به اختیار قرخانیان و خراسان به تصرف غزنویان گذشتند. تیر ماه سال 999 بخارا بار دوم از جانب قرخانیان تصرف گشت و حکومت سامانیان خاتمه یافت. آخرین نماینده سامانیان منتصیر سامانی برای برقرار کردن دولت سامانیان زیاده از 4 سال مبارزه برد، اما تلاش‌های او سال 1005 بی‌قرار خاتمه یافتند. محققان دایر به سبب‌های از بین رفتن دولت سامانیان فکر و ملاحظه‌های گوناگون خویش را بیان داشتند. در مجموع سبب‌های تنزل و در آخر فروپاشی دولت سامانیان چنین بودند: پس از درگذشت اسماعیل سامانی نزاع و درگیری‌های داخلی و خانوادگی از بین نرفتند. نه همه مضافات قلمروی دولت به مرکز اطاعت می نمود و بعضی منطقه ها تنها رسما در اطاعت سامانیان بودند. در سپاه نمایندگان قوم‌های بیگانه از جمله ترکان جلب گردیدند و بیشتری وظیفه‌های بلند سیاسی و نظامی را هم ترک‌ها صاحبی کرده در حالت ضروری به سامانیان اطاعت نمی‌کردند. ستم و جفای کارگزاران محلی نسبت به کشاورزان و هنرمندان و دیگر طبقه های اجتماعی تدریجاً افزایش یافته. نمایندگان خاندان حکمران از زندگی واقعی اهالی بیخبر گردیدند و در آخر اهالی بخارا و دیگر شهرهای ورارود نسبت به سرنوشت سامانیان بی‌طرفی نشان دادند. این بود که سامانیان به هجوم بیگانگان مقاومت کرده نتوانسته از میدان سیاست و کشورداری بیرون رفتند. باباجان غفورов تاجیکان. تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. شرح و توضیح مختصر علمی و عاموی. شنونده های گرامی، شما گفتار ادبی را از سلسله خوانش بدیعی از روی کتاب تاجیکان اکادمیک باباجان غفورov نشر مختصر علمی عاموی را در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان قربان صابر شنیدید. محرر سیدزاده عابدجان، کارگردان عبدالمنان رحمان. این گفتار سال 2024 ثبت شده است. انجام گفتار 46. آموزش کتاب تاجیکان جوانان ما را هشدار می دهد که نیاگان فرزانه ما در مسیر تاریخ چه جایگاهی مقدس داشتند. کتاب تاجیکان احساس خودشناسی ملی و زیرکی سیاسی را در دل و ذهن جوانان ما تحکیم می بخشد.